سرخط مهمترین خبرها: سفر امام علی رحمان به امریکا، 400,000 مهاجر را از مسکو دپورت کردند و نگرانی وزیر نقلیات از آداب رانندگان نقلیات جمعیتی. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 20 مارس سال 2023 است. صبح امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت با نشر خبرنامه کوتاه گفت سفر آقای رحمان به آمریکا از 20 تا 24 مارس ادامه می‌کند. هدف از این سفر شرکت در کنفرانس سازمان ملل عاید به بررسی میان مهلت 10 ساله آب است. نشست با رئیس تاجیکستان و هلند برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به آمریکا معلوم نیست. روشن نیست که امام علی رحمان به جز اشتراک در همایش با نمایندگان کشورهای دیگر ملاقات خواهد کرد یا نه. مخالفین حکومت در اروپا میگویند امام علی رحمان در این سفرش از آلمان و بریتانیا هم دیدن خواهد کرد. مقامات این را رسما تصدیق نمی‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب به سازمان ملل چندین پیشنهادهای ارائه کرده است و مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل متحد چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است. اما منتقدان میگویند که در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسم اهالی به آب تازه نوشاکی دسترسی ندارند. در یک سال گذشته حدود 400,000 مهاجران غیر قانونی را از مسکو خارج کردند. در قیاس با سال 2021 این رقم 50% بیشتر بوده است. در این باره الک بارانوف سردار سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر مسکو ضمن حساباتش در مجلس شهری خبر داد. در این مدت برای براه ماندن مهاجرت غیر قانونی 106 پرونده جنایتی باز شده است. مقامداد روس میگوید سال گذشته حضور شهروندان خارجی در مسکو 26% کمتر شده است. اما با این وجود حالا در روسیه تعداد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر بوده است. شماره زادگان تاجیکستان در مسکو سال 2022 191,000 نفر گفته می شود. طبق آمار نظام دولتی اطلاعاتی به قیدگیری مهاجرت در مجموع 27% مهاجران در مسکو تاجیکان بودند. تعداد شهروندان ازبکستان تقریبا 231,000 نفر حساب شده است. از اول امسال در روسیه نسبت به مهاجران عملیات گسترده ادامه دارد. مهاجران شکایت می کنند که همه روزه در راه خیابان و نقلیات مسافربر با هر بهانه آنها را بازداشت و برای تفتیش به اداره‌های پلیس میبرند. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان از طرز معاشرت رانندگان نقلیات‌های جمعیتی اظهار نگرانی کرده است. وزیر در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شده است گفت که کارهای فهماندهی باید پرزور گردند و درس‌های 20 ساعته در جمعیت‌ها با رانندگان بهتر و زیادتر گذرانده شوند. به نوشته دفتر مطبوعاتی وزارت، وزیر از شیوه معاشرت بعضی مسافران هم انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر جلسه با حضور رهبران شرکت‌های مسافرکشانی هنوز معلوم نیست. روشن نیست که مقامات برای حل مسئله در نقلیات‌های جمعیتی چه چاره‌های مشخص می‌اندیشند. مقامات در ماه‌های اخیر چندین رانندگان نقلیات‌های جمعیتی را در پایتخت برای دغلانه مناسبت کردن با مسافران از کار آزاد کردند و یا جریمه بستند. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود که رانندگان بر سر مبلغ راهگیری بقیه زیاد گرفتن مسافر و مسائل دیگر با مسافران وارد بحث می‌شوند. بعضی راننده ها مسافران را در این کار گناهکار می‌کنند، مسافران باشد برعکس. این هفته در تاجیکستان و بسیار کشورهای منطقه جشن نوروز تجلیل کرده می شود. این جشن قدیمی آیین و سنت‌های زیادی دارد که گلچینی یکی از آنهاست. همکارم امیر اسایف درباره سنت گلچینی از کل تپه ها گزارش آماده کرده است که با هم می‌بینیم. نوروز ایام شکوفتن گل‌های بهاری در تاجیکستان است. بعضی از جوانان و نورسان در جستجوی آنها به تل و تپه می‌روند. فرهنگشناس دلشاد رحیمی میگوید گل‌های بهاری در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان ماه فوریه و در گوشه‌های دیگر ماه مارس می‌شکوفند. در زمان‌های خیلی قدیم نیاگان ما آریایی‌ها ایزدی طبیعت رو پرستش می‌کردند، خدای طبیعت رو پرستش می‌کردند و اون با نام سیاووش یا سیاورشانه بود. این خدایی بود که در تیر ماه میفوتید، پیش از زمستان میفوتید. یعنی بینید که همه برگ‌های درختان میریزند، خشک میشوند، زرد میشوند، خزان میشوند و برگ‌ها زرد میشوند، میمیرند. یعنی این خدا یا این ایزدی
سیاوش در تیر ماه میفوتید و بهار دوباره زنده میشد. وقتی که از زیر زمین باز گیاه ها میرویند و به مناسبت همین مردم مراسم گلگردانی را تشکیل میکردند. آنها گلهای نخستین را چیده به شاخ چوب بسته آورده به هم اهل ده هم مژده بهار میدادند، هم مژده میدادند که ایزدی طبیعت زنده شد. یا طبیعت در شهرهای پنجکент و خوجанд бойچیچак یا бойکندک را گل نوروزی میگویند. در منطقه‌های جنوبی تاجیکستان سیاهگوش را. منبع‌های علمی گفتند گل نوروزی به مانند سیاهگوش است، اما رنگ زرد دارد و نامش گل بهمن است. مراسم گلگردانی حالا نه در همه منطقه‌های تاجیکستان معمول است. بعضی از جوانان گل‌های چیده‌شان را به خانواده و یا همسایه‌ها تقدیم می‌کنند. کلان سالان گل‌ها را به ابرو و دیده مالیده برای مژده نیک دعا می‌دهند. بعضاً هدیه نیز. رسم گلگردانی که بچه‌ها اجرا می‌کنند، البته این به طبیعت یگان زیان و ضرر نمی‌رساند، زیرا که این همگی یک دانه یا 4-5 دانه زیاد نیست و البته آنها این رو نه با ریشه‌اش بلکه خود گل را میکنند که با آن میتونه سالهای دیگر بشکفد. نوروز جشن قدیمی فارسی زبان ها است. آن را روز 21 مارت در گوشه های تاجیکستان با گونه های مختلف تجلیل میکنند. یکی سال نو میپندارد، دیگری آغاز کشت و کار و گروه ایام جشن و خرسندی. تقویمی که هر سال رسیدنش را منتظر میمونند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه غیر انتظار به ماریوپول شهر از سوی روسیه غصب شده اوکراین سفر کرد. با نوشته رسانه‌های روسیه پوتین با چرخبال به این شهر تخریب شده در درگیری‌های شدید پرواز کرد و همراه با معاون نخست وزیر مراد خوسنولین شهر را دور زده با ساکنان صحبت کرد. در نواری که خبرگزاری ریا نووسی نشر کرده است دیده می شود که پوتین در سر چنبر ماشین با خوسنولین مسئله بازسازی شهر را بررسی می کند. روسیه شهر ماریوپول اوکراین را پس از جنگ‌های سخت در ماه می سال گذشته غصب کرد. سفر نخستین پوتین به این شهر یک روز بعد از بازدیدی او از کریم صورت گرفته است که به مناسبت نهمین سالگرد غصب نیمجزیره کریم به آنجا رفته بود. نخستین سفر پرزیدنت روسیه به منطقه اشغال شده اوکراین در حال صورت می‌گیرد که اخیراً دادگاه بین‌المللی جنایی در گاگا امر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را بازداشت کنند. دادگاه 17 مارت ولادیمیر پوتین را در ربودن کودکان از اوکراین و مجبور بر روسیه بردن آنها گمانبر نامید. خود پوتین به این خبر هنوز واکنش نکرده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 مارت را فرا میگیرد. 20 марти соли 1931 зод рӯзи шоир ва драмнависи маъруф Файзулло Ансорӣ аст ки дар 49 соли умраш тавонист дар рушди театри тоҷик нақши муҳим бозад ва бо намоишномаҳои зиёди саҳнавиву телевизионияш маъруф шуд. ӯро асосгузори драмаи манзуми тоҷикӣ ҳам меноманд ки барои доираи васеи тамошобинон бо намоишномаҳои театрии имтиҳон, ҳаёт ва ишқ, ҳукми модар, тӯй барпо нашуд ва ғайра шинохта шудааст. аз соли 2013 бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид ҳар сол дар 20 март рӯзи байналмилалии хушбахтӣ ҷашн гирифта мешавад. ин рӯз махсус барои огаҳӣ аз аҳамияти қаноатмандиву ризоият ва хушҳолии ҷомеа аз шароити зиндагӣ, даромади иқтисодӣ, амнияту маишат эҷод шудааст. бархе пурсишҳои афкори умум мегӯянд бо далели фалсафаи шукргузориву эътиқодмандии мардум дар Тоҷикистон аксар сокинонаш аз зиндагӣ изҳори қаноатмандӣ мекунанд, вале дар асл бо мушкилоти фаровони иқтисодиву иҷтимоӣ даст ба гиребонанд. 20 марти соли 1941 зодрӯзи ҳунарпешаи саршинос Убайдулло Раҷабов аст ки дар 80 соли умраш бештар чун ҳаҷвнигори касбӣ шӯҳрат ёфт. корманди собиқадори театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва муассиси театри Масакавии Оина бештар бо ҳунарнамоиҳои яккааш маъруф шуд. солҳои зиёд дар мақомҳои расмиву давлатӣ кор кард. дар интихоби мавзӯъу ҳадафи ҳаҷву танз эҳтиёткор буд, вале эътироф мекард ки ҳаҷви сиёсӣ ба манфиати мардум ва давлату давлатдорист. صبح 20 مارت در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1091 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 140-142 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.